میدونم که پس هر یک خنده اکثری از ما غم پنهان است و خاطرات تلخ همه روزه آزارمان میدهد. زندگی کوتاه است و ارزش آن را ندارد که همیشه با چهره گرفته زندگی کنیم و روز را به دست شام و شب را در انتظار و غم ها صبح کنیم. در زندگی همه چیز و هر راهی را پایانی هست. واقعا هم در جاده های زندگی مانع های زیادی است. یکی شکستمون میدهد، دیگری برای برخیستن دستمون را میگیرد و سومی از دور تماشا میکند. اما به هر طرز باید راه را ادامه داد، گرچند دشوار گذر است. گاه آنی را که دستش را گرفته در نیمه راه تنهایت میگذارد و این قانونی نونوشته و حقیقت تلخ زندگی است. اما باید باز نیستی، زیرا دست دیگری در انتظار توست. دل عزیزی ناشناسی فقط به خاطر تو میتپد تا برسی و همراه درونیست به سوی آرزوها و هدفهایش برسانی. پس شتاب کن، اون عزیزت را دریاب. هیچ بی‌عهد ارزش اندوه و پریشانیت را ندارد. عاشقانه بیزی و همیشه تا میتوانی بخند.